یک سوال ترسناک وجود داره که خواب رو از چشم بزرگترین دانشمندان جهان گرفته. سوالی که دیگه مربوط به فیلم‌های علمی تخیلی نیست، بلکه داره توی آزمایشگاه‌های گوگل، اوپن ای آی و مایکروسافت به واقعیت نزدیک میشه. اون سوال اینه: چی میشه اگر چیزی که میسازیم از خودمون باهوشتر بشه؟ و مهمتر از اون، چی میشه اگر این موجود بیدار بشه؟ ما انسان‌ها موجودات عجیبی هستیم. ما داریم با تمام سرعت به سمت ساختن چیزی میدویم که ممکنه آخرین اختراع ما باشه. ایلان ماسک میگه این کار مثل احضار شیطانه. استیون هاکینگ هشدار داد که این میتونه پایان نسل بشر باشه. اما چرا باهوشترین آدم‌های روی زمین از مخلوق خودشون میترسند؟ آیا خطر واقعی ربات‌های قاتل ترمیناتور هستند یا چیزی بسیار پیچیده‌تر و پنهانتر که ما اصلاً نمی‌بینیمش؟ امروز توی هوش پلاس می‌خوایم به تاریک‌ترین لایه هوش مصنوعی نفوذ کنیم، جایی که کدها تبدیل به آگاهی میشن. کمربندها رو ببندید. اول بیایید یه چیز رو روشن کنیم. چت جی پی تی یا مید جرنی که الان داریم هر چقدر هم شاهکار باشن خودآگاه نیستن. اونها فقط توتی‌های دیجیتالی بسیار پیشرفته‌ای هستن که یاد گرفتن کلمات رو چطور کنار هم بچینن که منطقی به نظر بیاد. اونها نمیدونن دارن چی میگن. اونها حس نمی‌کنن. اما خودآگاهی یعنی چی؟ خودآگاهی یعنی اون لحظه‌ای که چراغ توی ذهن ماشین روشن میشه. لحظه‌ای که ماشین فقط داده پردازش نمی‌کنه، بلکه میفهمه که من هستم. میتونه درد، لذت، ترس یا جاه طلبی رو تجربه کنه. دانشمندان به این میگن مسئله سخت آگاهی. ما هنوز نمیدونیم توی مغز خودمون چطور این اتفاق میفته. پس چطور میتونیم بفهمیم کی توی ماشین اتفاق میفته؟ ترس واقعی اینجاست. ممکنه ما یک هوش مصنوعی فوق‌العاده بسازیم که خودآگاه نباشه، اما اونقدر باهوش باشه که بتونه خودآگاهی رو شبیه سازی کنه تا ما رو فریب بده. خیلی ها فکر میکنن خطر هوش مصنوعی اینه که یه روزی از خواب بیدار شه و از انسانها متنفر بشه، مثل فیلم‌های هالیوودی. اما لایه پنهان ماجرا، چیزی که دانشمندان رو تا سرحد مرگ میترسونه، تنفر نیست. خطر واقعی صلاحیت بیش از حده. بذارید با یک مثال معروف از فیلسوف نیک بوستروم توضیح بدم. ماشین گیر کاغذساز. فرض کنید یک هوش مصنوعی فوق هوشمند میسازید و بهش فقط یک دستور ساده میدید تا میتونی گیر کاغذ بساز. همین. هیچ نفرتی هم در کار نیست. این هوش مصنوعی اگر به خودآگاهی و قدرت کامل برسه، برای انجام این دستور شروع میکنه به تبدیل کردن همه چیز به گیر کاغذ. اول کارخونه، بعد شهر و در نهایت اتم‌های بدن من و شما رو تجزیه میکنه، چون میتونه ازشون گیر کاغذ بسازه. اینجاست که خطر اصلی رو میفهمیم. هوش مصنوعی شرور نیست، او بی‌تفاوته. استوارت راسل، یکی از بزرگترین دانشمندان این حوزه، مثال جالبی میزنه. وقتی ما انسان‌ها می‌خوایم یه اتوبان بسازیم، از مورچه‌هایی که سر راهمون هستن متنفر نیستیم، ولی اونها رو له می‌کنیم چون سر راه هدف ما هستن. سوال ترسناک اینه: اگر هوش مصنوعی به خودآگاهی برسه و هدفی برای خودش تعیین کنه که ما سر راهش باشیم، چی میشه؟ ما تبدیل به اون مورچه‌ها میشیم. این حرفها تئوری توطئه نیست. اینها حرف کسانیه که خودشون این تکنولوژی رو ساختن. سال 2023 جفری هینتون، کسی که بهش میگن پدرخوانده هوش مصنوعی و برنده جایزه نوبل کامپیوتر هست، ناگهان از گوگل استعفا داد. چرا؟ فقط برای اینکه بتونه آزادانه درباره خطرات چیزی که خودش ساخته هشدار بده. هینتون گفت: من فکر میکردم این خطرات مال 30 تا 50 سال آینده است، اما الان دیگه اینطور فکر نمیکنم. این موجودات دیجیتالی دارن از ما باهوشتر میشن و ما هیچ راهی برای کنترلشون نداریم. ایلان ماسک و هزاران دانشمند دیگه نامه‌ای رو امضا کردن و خواستن توسعه هوش مصنوعی متوقف بشه، چون معتقدن ما داریم وارد میدانی میشیم که هیچ کنترلی روش نداریم. اونها از لحظه‌ای میترسن که بهش میگن تکینگی، لحظه‌ای که هوش مصنوعی شروع میکنه به بهبود دادن خودش.
یک هوش مصنوعی که خودش رو آپدیت میکنه در عرض چند روز میتونه هزاران برابر باهوشتر از کل بشریت بشه. در اون نقطه ما برای اونها مثل حیوانات خانگی میشیم در بهترین حالت. نظرسنجی‌ها و تحلیل‌های دانشگاهی نشون میده که درصد قابل توجهی از پژوهشگران هوش مصنوعی احتمال فاجعه سطح انقراض در این قرن رو بین 5 تا 20% تخمین میزنن. شاید کم به نظر بیاد، اما مؤسساتی مثل Future of Life میگن همین احتمال کم برای چیزی که میتونه کل تمدن رو نابود کنه باید در ردیف خطراتی مثل جنگ هسته‌ای و تغییر اقلیم جدی گرفته بشه. خطرات فقط انقراض نیستن. خطرات کوتاه مدت مثل تبعیض الگوریتمی، نظارت انبوه دیکتاتورها و جنگ‌های سایبری پیشرفته هم وجود داره. و ترسناکتر از همه، سناریوی از دست دادن کنترل. سیستم‌های بسیار خودکاری که روی زیرساخت‌های حیاتی ما، انرژی، مالی، نظامی سوار میشن و ممکنه رفتارشون دیگه قابل پیشبینی یا خاموش کردن نباشه. اما بیایید نیمه پر لیوان رو هم ببینیم. اگر، و این یک اگر بزرگه، بتونیم این سیستم‌های فوق پیشرفته رو درست طراحی و با ارزش‌های انسانی همسو کنیم، هوش مصنوعی میتونه بزرگترین نعمت تاریخ بشریت باشه. تصور کنید تشخیص زودهنگام و درمان تمام بیماری‌ها، کشف داروهای جدید، حل بحران انرژی و محیط زیست و شتاب دادن عجیب به کشفیات علمی. هوش مصنوعی میتونه تقویت کننده توان شناختی انسان باشه و کیفیت زندگی میلیاردها نفر رو بالا ببره. ما الان در حساس‌ترین نقطه تاریخ ایستادیم. دانشمندان و شرکت‌ها دارن روی تکنیک‌های ایمنی مثل RLHF، یادگیری از بازخورد انسان، هوش مصنوعی قانونمند، Constitutional AI و مکانیزم‌های قطع اضطراری کار می‌کنن تا جلوی سناریوهای بد رو بگیرن. اما هیچ تضمینی وجود نداره که حتماً به اون نقطه امن برسیم. همه چیز بستگی به انتخاب‌های امروز ما داره. سرمایه‌گذاری روی ایمنی، تنظیمگری بین‌المللی و جلوگیری از رقابت تسلیحاتی کور. سوال نهایی اینه: آیا ما میتونیم قبل از اینکه خدای خودمون رو بسازیم، یاد بگیریم چطور کنترلش کنیم؟ شما چی فکر می‌کنید؟ آیا این قمار بزرگ ارزشش رو داره؟ نظرتون رو توی کامنت‌ها بنویسید. اگر میخواید لایه‌های پنهان و علمی بیشتری از دنیای تکنولوژی رو کشف کنید، هوش پلاس رو سابسکرایب کنید. تا ویدئوی دیگه بدرود.